أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال الله تعالى في مقام آخر: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق. وأيضا قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صدق الله العظيم. آن کتابی زنده قرآنی حکیم، آن کتابی زنده قرآنی حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم. یتیمی که ناکرده قرآن درست، یتیمی که ناکرده قرآن درست، کتب خانه 7 ملت بشست. نگاری من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، نگاری من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمز مسئله آموزی 100 مدرس شد. بعد از اینم نبود شایبه جوهری فرد، بعد از اینم نبود شایبه جوهری فرد، که دهانی تو در این که دهانی تو در این قصه چه خوش استدلالی است، که دهانی تو در این نکته چه خوش استدلالی است. بعد از اینم نبود شایبه جوهری فرد. جوهر فرد که به اصطلاح حکما جزء الذی لا یتجزا گفته می شود. حافظ شیرازی هم به این ارتباط نظر و قول و مذهب خود داره. حافظ شیرازی می فرماید که من هم در جزء لا یتجزا یک نظر دارم. نظر چی است؟ که در وجود جزء لا یتجزا، در بودن جزء لا یتجزا هیچ شک و شایبه و شبهه‌ای نیست. میگه بعد از اینم نبوت، بعد از اینکه قرآن برای ما معلوم شد، دلایل عقلی و نقلی معلوم شد، اذا مزقتم کل ممزق، قرآن میگه وقتی که شما ریزه شوین در قبرهایتون با کامل، کل ممزقین، خوب ریزه ریزه، خوب ریزه ریزه، آن وقت یک جسم میشوه با آن جزئی باقی بمانه که لا یتجزا، او دیگر قابل از برای انقسام، قابل از برای تقسیم، لا فرزن ولا فهمن ولا وهمن لا خرقن ولا کسرن نشود. اینی در جزئی لا یتجزا میگه. خداوند میفرماید این قسم که یک جزئی لا یتجزا که از شما بماند، اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، باز هم شما را یک اثر به یک خلق جدید دوباره پیدا میکنید. این قوله که پیغمبر اسلام فرمود، این آیه قرآن که خوان، مشرکین چی گفتن؟ افترا علی الله کذبا ام به جنة، نعوذ بالله نعوذ بالله. این محمد، پیغمبر خواه نمیگفتن این محمد یا این شخص، یا اینکه به خدا افترا و دروغ میبندد، یا اینکه دیوانه شده، مجنون گفتن پیغمبر خدا را. ام به جنة، یا به این دیوانگی است. حافظ شیرازی مال چون که حافظ قرآن است، این میفرماید بعد از اینم نبود شایبه جوهر فرد، که دهانی تو در این نکته خوش استدلالی است. دهانی تو زبان تو یا رسول الله، زبان دهانی تو کلمات تو، دهانی تو گفتاری تو، گفتنی تو، قولی تو که قرآن بری ما گفته ای، حدیث گفته ای، دلائل بری ما گفته ای. از قبیل ذکر محل مراد از او حال، ذکر دهان مراد از او قول دهان، که دهانی تو
در این نکته به ارتباط این مثبات جوهری فرد جز الهیات جزا چی خوش استدلال است، چی بهترین استدلال است؟ ما چی کار داریم به استدلال حکما که فصلون که فی ابطال جزء الذی لا یتجزا؟ ما خو علمای اسلامیون هستیم، علمای اسلامیون جزء لا یتجزا را ما قبول داریم. این که ابطال میگه یه قول حکما است. به هر صورت مقدمه القرآن، بحث ما شما در مقدمه القرآن بود. یکی از جمله دروس مقدمه القرآن چی بود؟ علوم القرآن بود. ما در این بحث بودیم که انقطاع آمد. بحث دیروز ما قطع شد که درباره چی بود؟ موضوع مشخص مضمون بحثمان علوم القرآن بود. در علوم القرآن که قرآن مشتمل به چند علوم است؟ از 18 که شروع بود تا 70,000، ما گفتم تا 700,000، تا به 7 میلیون لا تعد ولا تحصى قرآن علوم دارد. باز شاه ولی الله صاحب تمام علوم قرآن جمع کرده بود، اجمالا جملتا در 5 چیز راجع کرده بود. فرموده بود تمام علوم قرآن 70,000 باشه یا 700,000 باشه یا 70 لک باشه، خوب رجعش به 5 علوم می شود. اول چی بود؟ علم العقائد، دوم علم العقائد، دوم علم الکلام، که علم الکلام گفتم ببخشید، علم الاحکام، سوم علم حلال و حرام. احکام و حلال و حرام یکی سردوش، تذکیر به آلاء الله، تذکیر به ایام الله، تذکیر للموت و لما بعد الموت. باز ما گفته بودیم در روزه که مباحث عمده و مهمه علم عقاید که تحداب و اساس اسلام است، مباحث عمده علم عقاید و علم کلام 3 چیز است: توحید، رسالت، قیامت. این تمام مباحث متعلقه به علم العقاید یا علم الکلام ارجاع و راجع می شود به 3 چیز: توحید، رسالت، قیامت. توحید آنچه که متعلقات و ملحقات توحید است. رسالت و نبوت آنچه که متعلق و ملحق به رسالت و نبوت است. قیامت چیزی احوالی که بعد از موت و بعد از مرگ می آید، از بغلگیری زغطه قبر، سوال منکر و نکیر، همو تو رفته عذاب قبر، بعض حشر، نشر، حشر الاجساد، حشر جسمانی، عبور از صراط، پل صراط، همو تو ونزع الموازین القسط لیوم القیامه. اینها و این کان مثقال حبة من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. او در رفته به چی؟ یعنی این تا دخول جنت و دخول نار. اینی تعلق داره به چی؟ با علومی، با مباحث مهم و عمده علمی عقاید. باز گپ از گپ پیدا شده بود که علمی عقاید در 3 بخش. در بخش توحید استدلال داره، قسم و قسم دلایل پیش میکنه. اول قرآن دلیل پیش میکنه، دلایل نقلی. و انه لفی زبور الاولین، حواله میده در کتابهای سابقه، انبیای سابق. حواله میده حقانیت قرآن را، رسالت نبی کریم صلی الله علیه و سلم را، توحید را به تورات موسی، به انجیل عیسی و زبور داود و صحف ابراهیم و موسی و صحف شیس علیه السلام، صحف نوح علیه السلام، صحف آدم علیه السلام. این دلایل توحید. دمی علم عقاید قرآن عظیمشان دلایل نقلی پیش میکنه، بعضی اوقات دلایل عقلی منطقی هم پیش میکنه. عقلی منطقی گفتم که مأخذ علم منطق هم قرآن است، چرا که جمیع العلوم فی القرآن، لکن ما خوب میگم جمیع العلومی،
فی القرآن لکن تقاصرت عنها افهام الرجال. کسی که قاصر الفهم باشه، فهمش قاصر باشه، بازو بالای قاضی، بالای حمدالله تاخت و تاز میکنه، بالای علم منطق تاخت و تاز میکنه، بالای علوم منطق، بالای علوم مدونه تاخت و تاز در حقیقت تاخت و تاز است بالای علوم قرآنی. زیرا که مأخذ تمامی علوم، خصوصا مأخذ علوم منطقی، منطق محذب، منطق اسلامی، مأخذش قرآن است، منبع از قرآن است. علم منطق یعنی استدلال عقلی. قرآن برای ما استدلال عقلی یاد میدهد. استدلال عقلی را ما از کی پیدا کردیم؟ از کجا؟ از قرآن. علمای عقلی برداشت کردن نامش ماندن علم منطق. خلاص تصورات و تصدیقات، موصول تصوری، موصول تصدیقی، حجت، قیاس، قضایا، اقسامها و احکامها. به هر صورت قرآن در بخش توحید، بخش علم عقاید، گاهی دلایل عقلی پیش میکند، منطقی، اقترانی، استثنایی، شرط متصله، منفصله، نفیاً و اثباتا. و بعد دیگر از دلایل عمده که قرآن پیش میکند دلایل بدیهیات است، قضایای بدیهیه پیش میکند، محسوسات، تجربیات. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الکافرین، عاقبة الذین کذبوا بالله، که آیت عالی سهونه کده باشه. به هر صورت تجربیات پیش میکنه. تجربه کنین در زمین ها بگردین که اقوام سابقه به چی هلاک شدن؟ توحید قبول نکردن، رسالت را نپذیرفتن، در مقابل انبیا خیستن، در مقابل معجزه از سحر و ساحری کار گرفتن، تباه و هلاک شدن. دیگر مشاهدات قرآن دلیل پیش میکنه، مشاهدات. بعد از این مشاهدات و بدیهیات قرآن کریم بسیاری اوقات عقل انسان ها را متوجه آفاق و انفس می سازد. می فرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی تتبین انه الحق و فی انفسکم افلا تبصرون. این درس ما و شما امروز از اینجا شروع می شود. خلاصه سبق گذشته را ما براتون گفتم. ما از اینجا بحث شروع کرده بودم که و فی انفسکم افلا تبصرون. گفتم که لقد خلقنا الانسان، قرآن میفرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ای فی احسن ترکیب و فی احسن تنظیم و فی احسن تشکیل. با بهترین تقویم قرآن میفرماید که ما انسان را پیدا کردیم. الله تعالی میفرماید که ما انسان را با بهترین تقویم آفریدیم. ولقد کرمنا بنی آدمه و دیگر آیت است. به هر صورت مادمی ترکیب احسن تقویم انسان امروز شما گپ زدم که قرآن عظیم شان بسیار اوقات دلایل انفسی پیش میکنه. می انسان و فی انفسکم افلا تبصرون، و در جان خودتان آیا شما نمیبینید؟ بصیرت ندارید؟ دلایل وجود خدا، دلائل وحدانیت و توحید الله، دلائل ذات و صفات الله، دلائل صفات ثبوتیه و صفات سلبیه، صفات تنزیهیه و تمجیدیه، دلائل رسالت، دلائل قیامت، دلائل حشر و نشر، همه در نفس و در وجود خود شما هست. او خانه خرابه. و فی انفسکم افلا تبصرون، این دلیل قرآن است. من در کجا رسیده بودم؟ گفتم انسان مرکب است از عناصر اربعه. عناصر اربعه اجمالا من از بالاش عبور کردم، خواصش هم بیان کردم، صفات عناصر هم بیان کردم. و هر عنصر گفتم 3 صفات دارد: مفرطه، مفرطه، متوسطه. 4 عناصر است، ضرب 3 میشود 12. از هر 4 یک صفات متوسطه که صفات اعتدال است. تا که عناصر در اعتدال نیاید انسان نمیگردد. آدمی را آدمیت لازم است. از این خاطر مولانا صبرون میفرماید این که میبینی خلاف آدمند، این که میبینی خلاف آدمند، نیستند آدم غلاف آدمند.
یا یک کالبود و یک غلاف و چارچوکات و اسکلت هستند. در اینها آدمیت موجود نیست. آدمیت این را نمیگوید که عناصر اربعه در گاو و گوسفند و در خر هم است. عناصر اربعه در چارپای هم است. در چی کمال است؟ در این باید آدمیت پیدا شود. دین انسان انسانیت پیدا شود. آدم آدمیت پیدا شود. این قرآن گفته ولقد کرمنا بنی آدمه، گفته من بنی آدم کرامت دادم. از این قید کفار و یا مستثناست، خارج است. کفار در قید کرامت شامل نیست. کرامت انسانی کفار که انسان گفته کل انعام بل هم اضل. به هر صورت آدم که با آدمیت رسید، انسانی که به انسانیت رسید، اونو به نزد الله تبارک و تعالی کرامت داره. حالا ببین که بنی آدم کیست؟ این که بالای دو پای میروه، این بنی آدم نمیه که بالای دو پای بروه. چه قسمی بنی آدم هستن؟ با قرآن در حق آدم توهین میکنه، میگه اولئک کل انعام بل هم اضل. با بنی آدم اون طرف اولاد آدم میسازه، با در حق آدم توهین میکنه که اولاد آدم از چارپای کده بدتر است. این آدم چارپای به دنیا آورده، نعوذ بالله. آدمیت مهم است. آدمیت این است که عناصر در اعتدال بیاید، از افراط و تفرید بگذرد، نفس در اطمینان مطمئن نشود. میریم به طرف بحث دیگر اینجاست که در وجود انسان عناصر اربعه است، اخلاق اربعه. عناصر اربعه را گذاشتیم. اخلاق اربعه چی است؟ اخلاق اربعه صفرا، سودا، دم و بلغم. صفرا، سودا، دم و بلغم. این چهار ایره اخلاق اربعه میگه. اخلاق بالطا، این تبعیه اربعه است. حکمت رب العالمین است. در وجود انسان رب الله تبارک و تعالی صفرا انداخته. یگان نفر نمیگیم فلان که صفراوی است. شما که زرده میگیم. انسانی که دلش جوش میکنه، تب میگیره، ملاریا میگیره، بالاش دلبدی میگیره، این که بیادبی ماف قی و استفراغ میکنه، از دانی از این آب تلخ بیرون میشه، آب زرد. نمیگه که استفراغ کرد زرده بود، زرده و استفراغ کرد تلخ. این میگه صفرا. به فارسی زرد میگه زرده و به عربی صفرا و فاقع لونها. اسم تفضیل مؤنث است. صفرا، زردتر، به خاطری که صفت طبیعت است. طبیعت صفرا مؤنث است، صفرا مؤنث. دیگر چیز سودا میگه. سودا این هم یک خلط از اخلاق اربعه است. میگن فلان که طالب بسیار سودایی. سودایی غلط است. سودایی فروشی را میگه، چیزی که فروشی باشد. یکی سوداوی است. سوداوی فلان که طالب بسیار سوداوی است، یعنی قوه سوداویش بالای عقلش غلبه کرده. یک مدرسه میره واسه 5 روز میسه، باز بسیار پشت میکنه. باز جای دیگه میره، میگه والا این مدرسه استادش خوشم نامد. باز سبق کم یک دو ورق میخونه، میره جای دیگه، والا میگه در اینجا کتابا طالباش خوشم نیامد. باز میره و جای دیگه، از اونجا میبره، میگه والا در و دروازه اتاق خوشم نامد. باز از اونجا میبره، میگه والا جای وضوش هم خوش نبود. باز میبره از اونجا بر مدرسه دیگه میره، از اونجا میبره چند وقت پس میگه والا نانی ازی خوبش نبود. هر شب لوبیا بود. باز از اونجا میبره جای دیگه میره، از اونجا میبره خیرت است. والا میادم کوچه که میبره اومدی مردمش خوب نبود، دروازه دیوال کوچه کج بود. این طالب سوداوی میگه، عقلش بالا، سوداش بالای عقلش غالب است. صفرا، سودا، دم و بلغم. این اخلاق اربعه است. خون و بلغم. خون هم یک ماده بسیار قوی است در وجود انسان. اگر خون در وجود انسان نباشد، خون چی است؟ حارتن. خون چیست؟ مادش حارن راتبن، گرم است و تر است. حارن راتبن. اگر خون در بدن انسان نمی بود، انسان بالکل طاقتی سردی نمی داشت.
این برکت خون است. خون در تمام این رگ ها 360 رگ یا 363 مفاصل جریان دارد. این برکت جریان خون است که گوشت انسان تازه میمونه، خون تولید می شود. گفتی بعض دکترها در 24 در یک هفته تمام مأکولات و غذاهایی که انسان میخورد ایره جمع‌بندی کردن به 70 قسم. امیر 70 قسم حساب کن. 3 وقت نانه 70 قسم، 70 نوع غذا، 70 سی سی خون تولید می شود. 70 سی سی خونی پاک. بعد از 70 سی سی خون 7 قطره منی تولید میشه. منی من منی علم یکون نطفه من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجین جوره الذکر والانثى. این چیزا که خدا تعالی میکند الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى؟ بلا قادرن. عجل خدا میبینی قرآن استفهام پیش کرده. الیس ذلک، آیا امی ذاتی که امی خدایی که این چیزا کرده آیا قادر به این توانا به این نیست؟ به این توان نداره که ان یحیی الموتى زنده بگرداند مرده ها را؟ بلکه دارد 1000% دارد، به یقین که دارد، بلا شک و شبهه دارد. حشرش ثابت است. از این منی تولید میشه. اخلاط اربع دم بلغم چی است؟ یک طبیعت است، طبیعتی باردن رطبن صلبن، سرد است. و یک چیزی است که شما بلغم میبینید این غلظت داره که دیگه هر رقم که بنی از جانم دور بکنم نمیشه. یک بلغم میبینید در جانت میچسبه، در دستت میچسبه. بلغم بر وزن شلغم. هر قسم بگیرید در بری دیوال بزنی، در بری کلکت بزنی، از جان دور نمیشه. چسبک چیز است، چسبک. این هم یک نعمت الهی است. اگر خون در وجود انسان نمی بود، انسان مقاومت سردی را هیچ نمی داشت، چیز سرد خوردن نمیتونست. حالی که چیز سرد میخوریم مقاومت در مقابل زمستان داری، در مقابل سرما داری، در مقابل جای یخ داری، در مقابل وطن سرد سیر داری. همه این برکت خون است. دیگه برکت خون چی است؟ اگر خون نمی بود انسان ها اما بی غیرت می بودن. در شکم انسان بالا می شدی، انسان طرف تا چپ سیل نمی کرد. مالش می بردی، پولش می بردی، کتابش می بردی، آبروش می بردی، ناموسش تا عرض می کرد کسی پشاو نمی گرفت. این خون است. نفر نمیگه که حالا دور شو که خونم به جوش آمده. اینی قوه چی است؟ غضبانی است. غضب چی رو میگه؟ غضب توران و دم، به جوش آمدن و جوش خوردن خون یک دم از زیر بالا میشه و مغز این بالای اعصاب میزنه. بالای کله که زد کله را خراب میکنه. کله گرم میشه. کله که گرم اومد عقل حاکم است. عقل حاکم هم است، حکیم هم است. عقل از حاکمیت و از حکومتش میکشه. عقل میگه دور شو دیگه. دینی میگه یک بدن قوه غضبانی غالب میشه بالای عقل. رز و غرب این از بکشت و لغت گپ میکشه تا به تفنگ، تا به قتل و قتال. شور زن میگه قتل مرد. به شما پیشتر گفته بودم در درس‌های دیگه قوه شهوانی و قوه غضبانی. لحاظ خون نعمت خدا است. این خون است که به جوش میآید غضب میشه انسان. به خاطر چی؟ لاخذ الانتقام. انتقام خدا باید بگیرم. ماندنش نیست. اگر خون نمی بود، خون به جوش نمی آمد، جهاد در کجا میکنیم؟ این جهاد است که مسلمان در مقابل کفر، در مقابل تجاوز، در مقابل اشغال، در مقابل قوانین کفری، در مقابل تعدی و تجاوز، استکبار، استعمار، استحمار که انسان را خر می سازد، قوتهای کفری، در مقابلش که انسان مسلمان استاد می شود. این برکت غضبش است. این برکت خون است. یک دم خونش به جوش می آید. از چی؟ از مال خود، از جان خود، از ناموس و آبرو و عزت خود، از حیثیت خود، از حریم شخصی خود دفاع می کند.
اگر این خون نمی بود هر کشور بالای کشوری حمله میکرد میگرفت خلاص. هیچ میگه غرض نگیرید، هیچ غرض نگیرید. بانش که امریکا آمده دیگه. امریکا که آمده وطن آباد میکنه. پروا نداره اگر هزار زنا را بیزار کرد، کنلوچ کرد، برهنه کرد، بی حیایی آورد، فحاشی آورد، عیاشی آورد، میگفتن خیر از سرک آباد کرده، مکاتب رو جور کرد، پلچک ها و پل ها را جور کرد، چقدر وزارت خانه ها را جور کرد، چقدر کمک میکنه. تو میشه این برکت خون است. با او طرف مسلمان فطرتا مجاهد است. مسلمان فطرتا مجاهد است. فطرتا جهاد در نهاد مسلمان است. هر مسلمان مجاهدی فطری است. یک دم سر قهر و غضب و خشم میه در صفوف جهادی خود شامل میکنه. با کو درخت و جنگل و گشنگی و ترسنگی و گرسنگی و تشنگی و خشکی و بلندی و پستی و چقری، شب و روز و سردی و گرمی نمیگم، در سنگر میافته در مقابل کفار. اینمی غضب است، اینمی خون است. خون اسلام به خشم اسلام بالا شد. این چی بود دیگه؟ او چیز جمله اجزای ترکیب انسان چی بود؟ صفرا، سودا، دم و بلغم. اینی کمالات خون بود. کوتاه براتون گفتم. خون بسیار کمالات داره، بسیار کمالات داره خون. اگر جلد تازه نگه میشه برکت خون است. اگر گوشت تولید میشود، این گوشت هم خودش از خون تولید میشود. استخوان به قوت میمونه، استخوان در حالت خوب میمونه دیگه. وجود انسان که نمیتاسه، خراب نمیشود در مقابل گرمی و سردی. همه مقاومت داره، برکت خون است. یه نفر نمیگه خون سرد باش، خون سرد باش. این جاری است، دائمی. خود به خود تصفیه می شود، پاک می شود، از غلظت و غلاظت می ماند، کثافت کثیف نمی شود. این برکت خون بود. دیگه چی از بلغم؟ بلغم هم یک خلط و یک نعمت الهی است. بلغم مانند چی واریست؟ بلغم مانند ایرکندیشن واریست. ایرکندیشن، کولر، پکه. این در بالای با بلغم بالای خون حاکم است. بلغم ضد خون است. خون رطب حار، بلغم رطب بارد. بعضی گفته که یابسون باردن، خشک و سرد است. این نیست که انسان معتدل نگاه میکنه. اگر بلغم نمی بود بس امرای انسان دیگه دو گبه که بالا پایین بالا میکردی جنگ شروع میگه علاوه اصول که کلم گرم آمد، اعصاب ما خراب کردی. ایرانی چه میگه؟ آقا اعصای من را داغون کردی، داغون. اعصای ما داغون شد. دیگه چی میگه؟ آقا کمی خونسرد باش، خونسرد صحبت کنین. این حال خونسرد که میگه خون کی سرد میکنه؟ خون خود طبیعتش حار است. خون بلغم سرد میکنه. بلغم. انسانی که بلغم نداشت یه میشه وقت جنگ میشه، اعصاب خراب است. بلغم زیاد داشت دیگه، بلغمش باز متعادلی اعصاب حفظ میشه. او طرف خون گرمی میکنه که انسان سری غضب بیاره. یک دم قوی بلغم بالاش میزنه، یخ میکنهش. باز کمی به هوش می عقل کار میده. اگر بلغم نباشه دیگه خلط و یا طبیعتی چی دم بالای عقل غالب میشه و عقل بشاره که مغز است. مغز خودی عقل، مغز بعضی ها گفتن خودی مغز از بلغم ساخته شده. گرمش میگردن، آتش میگرده، خرابی میکنه، دنیا رو میسوزانه، تباه میکنه. این کمالات و فوایدی بلغم است که وجود سرد نگاه میکنه. با در تابستان اینمی بلغم است که بالای خون سرد نگاه میکنه، مانند ایرکندیشن، سردخانه واری. خون سرد میباشد، در مقابل گرمی مقاومت میکنه. این اخلاقات اربعش. صفرا، کمال صفرا را ببینید. ما شما چقدر غذا میخوریم؟ بعضی ها پرخور است، بعضی کم خور است. چقدر غذا ثقیل میخوریم. این نوشابجات خود نو برآمد. تاریخ پی پی سی و کوکاکولا و فانتا را که شما ببینید، کوکاکولا یا ساخت اسرائیل است. کپسولاش از اسرائیل میسازه، کپسول اسرائیلی. از یک قرن نمیشود.
از یک قرن کم می شود. در افغانستان که آمده خب بسیار وقت کم وقت می شود. از این پیش انسان ها که غذای ثقیل ثقیل می خوردن، چقدر چربی با می خوردن، دنبه می خوردن، دنبه گوسفند، روغن زرد، گوشت خالص در عیدای قربان، چقدر گوشت خوری بود. پیپسی و کوکاکولا نبود، این خود تیزاب از همش دشمن معده است. اینمی غذا را کی هضم میکرد؟ هاضمه انسان چی بود؟ در وجود انسان که به انگلیسی چی میگه؟ اسید. یکی اسید است، یکی آنتی اسید. یکی تیزاب است، یکی ضد تیزاب. ویروس، آنتی ویروس. اینمی اسید به انگلیسی میگه، به فارسی تیزاب میگه، به عربی صفرا میگه. چقدر غذایی که انسان میخورد در وجود انسان یک خریطه است. یک خریطه خیلی خردترک است، به اندازه یک سرمدانی است. سرمدانی دیم بغل انسان است. شما حیوان که حلال میکنین یک چیز ما تلخه میگیم، تلخه. پشتو چی میگه؟ تریخ. میگه تریخ دلره که تلخه را میگه اول جدا بگو. قصاب میگن که اول تلخه را از بیخ دور به احتیاط جدا بگو که اگر تلخه کنده شود. اگر تلخه چیر شد تمامی گوشت از بین میبره. و حال است که وزنش یک خورده است. یک خورده هم نخواد باشه، یک چند گرام است. یک خورد بگی اگر یک خورد تلخه خریطش پاره شد، اما خلطه پاره شد دیگه مانند این پقانکای خورترک گوانیست. افتید تمام گوشت و شش و جگر حیوانات بین میبره. از این خاطر تمام غذایی که انسان میخوره اتومات اونم خریطه بعد از اینکه غذا در معده رفت، در معده جای با جای شد، یک قطره اتومات خود به خود سری پیپ و نلکش یالا میشه. آهسته از اون خریطه یک نلکه آمده داخلی معده، یک نلکه داخلی معده آمده، اتومات یک قطره تیزاب بالای معده میچکه. همیشه که تمامی خوردگی را هضم میکنه، تکه تکش میکنه، ریزه ریزه میکنه. انسان چقدر غذا میخوره ببین که اشکم نمیپنده. چی است که اینمی است؟ اینی ماده صفرا است، ریزه ریزش میکنه. اما کدام غذایت ویتامین کی کدام چیزی که ضرورت بدن است هر چیز در جای خود میروه. خون در جای خود میروه، بلغم در جای خود میروه، هر چیز در جای خود. کلسیم، ویتامین بی، ویتامین سی، ویتامین دی، دیگه همه چیز بدن میگیره. اونو باقی میمونه مواد فضله. مواد فضله باز از معده خطا میخوره، بیادبی معاف میروه در یک خریطه. خریطه ذخیره جاش است مواد فضله. مواد فضله غایطه دیگه جا میروه، مواد فضله ادرار مایعات میروه در مثانه. اوجا هم یک پوکانه بار یک خریطه است. اونو با وقتی ضرورت باز خارج میشه و میروه، از راه مختلفی بیرون میشه و خارج میشه. این همه این چی بود؟ این برکت قوی صفرا بود، صفرا و سودا. این همیست که اگر عقلی که دشمنا داره، اگر صفرا نمی بود، سودا نمی بود، دم و بلغم نمی بود، عقل پخپل سر می بود، عقل بیخی بی عقل میشد، هر کاری خواست میکرد، هر کاری میخواست میکرد. لحاظ اینی اخلاقات اربعه هم با هم دیگر 4 قوه متضاد است. دم ضد بلغم است، بلغم ضد دم است. یکیش حار است، دیگرش باردم. یکی نهایت حرارت دارد، دیگر برودت دارد. یکی دارد یبوست بلغم، دیگر دارد رطوبت خون. صفرا و سودا با هم دیگر بسیار در تضاد هستند. صفرا ضد سوداست، سودا ضد صفراست. صفرا بسیار زیاد تلخ است، تریخ. سودا تیز است. لہذا 4 عناصر اربعه متضاده، اخلاق اربعه متضاده. این امیر الله تبارک و تعالی در وجود، در کالبود و اسکلتی طول و عرض 1.5 متر جابجا کرده و تو داخلی
جوف انسان ببین، جوف انسان چقدر بسیار که باشه نیم متر، در نیم متر مساحت اسکلت و چارچوکات ایره الله تبارک و تعالی جابجایی کرده. الله تبارک و تعالی به خاطر ما و شما را متوجه می‌سازد که وفی انفسکم افلا تبصرون، در جانتان شما نمیبینید. خواه ایره شما ببینید که در وجود شما این میروه اخلاقات اربعه و عناصر اربعه متضاده 8 قوه متضاد در اینجا است. خواه آب است، آتش است، هوا است، خاک است، صفرا است، سودا است، دم است، بلغم است. 4 قوه متخاصم متضاد الله تبارک و تعالی در یک جای خردترک در یک محل جمع کرده. اینمی ذات قدرت دارد که پس دوباره شما را زنده بگرداند، حشر بگرداند، از شما حساب و کتاب بگیرد و شما را در جنت و در دوزخ ببرد، به زندگی ابدی برساند. کفار در دوزخ ابد برای تعذیب، مسلمان در جنت ابد برای چی؟ تنعیم نعمت. کفار در جهنم برای تعذیب، مسلمان ها در جنت برای تنعیم. اینی هم الله تبارک و تعالی قدرت خدا نشان میده، قدرت خدا. و ای که اول میگه تو نبودی خانه خراب، اول وجود نداشتی، هستی نبودی، وجود نداشتی، وجود خارجی نداشتی، من تو را پیدا کردم. حالی که پیدا کردم تو اول خون عقل که ببینی به تقاضای عقل یک شی که معدوم نباشه این از نیست به است آوردن، از لیس به ایس، از کتم عدم به بقعه وجود در آوردن. اینی مشکل است. نه کتلاق داره، نه مثال داره، نه مانند داره، نه نمونه است، نه کدام نقشه است، نه کدام دیزاین بندی است، نه کدام سابقه، کدام طرح و پلان است، نه ماستر پلانی وجود داره، نه نقشه انجینری وجود داره که تو هیچ در عالمی هستی نبودی، تو را الله تبارک و تعالی هست کرد، پیدا کرد. بعدی که حالی که تو را در وجود آورده و تمام جهان تو را دیده و تو در عالمی هستی آمدی و 60 سال، 70 سال، 100 سال، 1000 سال، 950 سال عمر خوردی، بعدی که در خاک رفتی از پیش خدا چقدر تو بد میشی. یک جزء لایت جزا، یک ذره تو را پیدا میکنه، دونمو قدرت ازلی الله تبارک و تعالی تعلق میگیرد، ارادهش تعلق میگیرد. او طرف تو ممکن است امکان، اراده، قدرت. یکون حیا فیکون حیا، خلاص کن موجودا فلان کی موجود شد. ولو که ذره تو در هر جا بوده باشه، در خشتی پخته بوده باشه و در یک پارتمان بوده باشی، روز قیامت الله تعالی میره هستش میکنه دوباره. اینی همه دلیل است، دلائل انفسی است. و فی انفسکم افلا تبصرون، نمیبینید خانه خرابا؟ قوه منوی را ببین، قوه منوی یخرج من بین الصلب و الترائب. امی انسانی که قسم غذا میخورد، امی را یک هفته 70 قسم غذا بگی، 70 نگی 7 قسم غذا بگی، 50 قسم غذا بگی. در مابین غذا ترشی است، تیزی است، سخت است، نرم است، شیرین است، ترش است، میخوش است، نهایت تیز هم است، مرچ تیز، چتنی خطرناک هم است، آچار هم است، سوپ هم است، گوشت هم است، قرمه است، برنج است. همه این چیزا گد میشه و میره در معده. وقتی که از راه مخصوص بیرون میشه و میبینی همش یک چیز است، هیچ چیز دیگه نیست. تمام مایعاتی که میخوری در مثانه از مثانه از راه آله تناسل از پایپ مخصوص ادرار میشه میره بیرون. اما قوه ازی هر چیز به جای خود میره. کلسیم به جای خود، ویتامین A به جای خود، ویتامین B به جای خود، ویتامین C به جای خود، انرژی به جای خود، خون به جای خود، استخوان چیز خودم میگیره، اما مواد نیاز و ضرورتمند خودم میگیره، همش جمع میشه و در یک معده به انواع و ذائقه های مختلف میره در یک جا. این قدرت خداوند ببین تو،
حکمت او لایزال است و قدیم. از این جهت قرآن متوجه میکنه که وفی انفسکم افلا تبصرون، از این باز منی تولید میشود. منی را قرآن گفته یخرج من بین الصلب و الترائب، بیرون میشود در وقت ضرورت. من بین الصلب، از ما بین پشت، رگهای پشت میبینید، صلب پشت میگه، موره پشت، از موره پشت انسان خارج میشه از مرد. و ترائب، از رگه های سینه، زن از طرف سینه پیش رو از رگه های سینهش منی خارج میشه و پایان میاد در رحم. از مرد از چیز، از رگه های پشت سرش، از موره پشت. از این خاطر در موقع خاص فشار مرد بالای پشت سر میآید، مرد زود از کمر متضرر می شود. خواه سیاستر طبقه از پیش رو ازش کم زود متضرر می شود. منی مرد یخرج من بین صلب است، از پشت. خواه اصلاب الآبا. منی زن من الترائب، سینه، عروبا اطرابا، از سینه پایین میشن. استاد ما علامه سید قریش نور الله مرقده فرمودند که یک روز ما در پشاور در موتر نشسته بودم و طرفی استگاه مردان می آمدم. وقتی که در استگاه کالجی پشاور کالج یا پشاور یونیورسیتی، از در پانتونی در استگاه پانتون که موتر استاد شد، گفت یک استادی پانتون در موتر بالا شد. در چوکی گفت همراه ما در پاولی من نشست. در کدام چوکی که پاولی ما خالی بود، در چوکی پالو فعلی من نشست. همراه ما مصافحه و پرسانی کرد. بعد از آن گفت که شما عالم دین هستین؟ من گفتم بله. گفت در دین چقدر معلومات داری؟ من گفتم به اندازه که خدا تعالی داره معلومات داره، ما فوق کل ذی علم علیم است. دیگه از علوم فلسفه و منطق و حکمت هم خواندم. گفتم بله به قدر خود خواندم. گفتم ما یک جای از قرآن عظیم شان سوال پیشم پیدا شده. مسلمان هستم، گفت استاد اسلامیات هستم. پاکستانی ها اسلامیات میگن، هندوستان این لغت هندوستانی است، اسلامیات. ما شما شرعیات میگیم و اسلامیات میگن یا ثقافت. من گفت استاد تفسیر هستم در پانتون. اینجا قرآن میفرماید که یخرج من بین الصلب و الترائب. گفت اینا که ما امروز دکترا که این مسئله را مطرح کردیم، دکترای جنسی، دکترای قوه جنسی و مردانگی، دکترای ارتوپدی استخوان، دکترای عصب، جراحی عصب، اینا ما امیات قرآن در مابین گفت ما مطرح کردیم که خداوند گفته منی از پشت مرد و از سینه زن پایین میشه. دکترها گفتن که چقدر که ما تلاش کردیم، تحقیقات کردیم، کالبد شکافی کردیم، و خب عملی اجرا میکنن. مرده ها رو میارن عملی اجرا میکنن. مرده ها رو که ما گرفتیم عملی اجرا کردیم، در پشت انسان، در تیر کمر انسان، دمی چیزش موره کمرش منی را ما نیافتیم. اونجا منی بوده باشه و از اونجا پایین شد. همچنان در سینه زن هم ما چیز نیافتیم. قرآن از انسان خود کلام خداست، این خود دروغ نمیگوید. لحاظا از تو پرسان میکنم مولانا صاحب، از شما پرسان میکنم که شما به ارتباط چی میگین، معلومات شما چی است؟ خدا گفته که یخرج من بین الصلب و الترائب. این سوال کرد. با تحقیق دکتری گفت ایران نشان میده که در پشت انسان هم منی وجود نداره، در سینه زن هم منی نیست، بلکه خون است، رگ است، پی است، گوشت است، عضلات است، استخوان است، این چیزاست. گفت من بنا بر تحقیقی که خوانده بودم و شنیده بودم از اساتذه، گفت یک جواب برش برابر کردم. گفتم صاحب قرآن دروغ نمیگوید، کلام الله راست است. در پشت انسان، نه در پشت انسان و نه در سینه زن منی وجود نداره، بلکه در وجود یک ماده است. یک ماده و یک مواد، ما شما میگیم مواد جمعی ماده است. یک ماده در مهره کمر است، یک ماده در سینه زن است. اینا میگن ماده منوی منصوب به سوی منی. ماده است که صلاحیت منی شدن ندارد. صلاحیت منی شدن، نطفه شدن را دارد. قرار دوجه ذخیره است. ذخیره است در این وقتی که عملیات شروع می شود، وقتی که کار شروع می شود، همبستری
یا می معامله که شروع بشود، معامله جنسی، در همین وقت امو ماده اتومات پایین میشود، در خصیتین انسان میآید، در خصیتین از مرد میآید، در خصیتینش، در خصیتین مرد شما خود دیدن، خصیتین خود میگن دو دانه بیزه است، دو دانه تخمک است، مانندی تخمی بودنه، دو دانه تشلگک در داخل کی است. این فعالیت از چی است؟ اینی ماده که پایین میشود در خریطه خصیتین یا خصیه مرد که میافته، اون دو تشلا یک دم در حرکت میاد. این تو در حرکت میاد که در 1 دقیقه 190 بار دور میخورد. اون ماده ای که از پشت مهره کمر پایین شده در خریطه انت میزنه که حالش میکنه، فقط منی جورش میکنه، منی تکر گرم است. این بیزتین خصیتین که داخل خریطه انسان است، اینمی در فعالیت میآید. اینقدر تیز دور میخوره که اون ماده را زده میگردانه، بعد ما حالش میکنه، منی جورش میکنه، غلیظش میگردانه، گرم آتش جورش میکنه و این برابر میکنه دادم پم میکنه، دادم پایپ چی است؟ آله تناسل است. اینمی خصیتین و بیزتین دو تشلگک که به اندازه تخمی بودنه یا تخمی گنجشک است، اینمی به اندازه دور میخوره به سرعت مانند آسیابی که چقدر گرم میآید، آرد میکنه گندمه. اینمی ماده را به منی به نطفه برابر میکنه، بعد اون اینمی رو آماده کرده دم پم میکنه، میگه میزندش در آله تناسل عین در رحم میرسانه، در رحمی که رسانید عین شکل در زنم موجود است. اینمی چه در زنم موجود است، در چیز اینمی قور الله جل و شانه در زنم انداخته. این ماده از سینه پایین میشود، در رحم میآید، در رحم نزدیک رحم که میاد در یک دستگاه دیگه است، دو که میرسه به مجردی که میرسه این به منی بدل میشود. با هر دو یک جای یا از مرد مقدم میشه یا از زن مقدم میشه. در رحم در مپقانه مخصوصی که رحم است در اونجا میافته. امی که افتید کرب اتومات دن رحم یا فم رحم بسته میشه و خلاص میشه دیگه. از این خاطر بیاد این ما میکلی گفت دم تکی اول است، در دزی اول است، گفت در تکی اول است. تکی اول قوی بود، محکم بود، به هدف رسید، تولد هم از اون میشه. نطفه قرآن فرمود علم یکو نطفه من منی یمنا ثم کان علقه، بعض مزغه، بعض مزغه عظام است، فکسونا العظام لحما فانشأناه خلقا آخر مخلقه و غیر مخلقه ثم نخرجکم طفلا. اینی چیزای قدرتای رب العالمین است در وجود انسان. وقتی که الله تبارک و تعالی از تمام ای انسان، تو انسانی که وجود نداشتی، تو از نطفه پیدا شده ای. نطفه در کجا بود؟ در اصلاب آبا بود، در ارحام امهات بود. از او پیش در کجا بود؟ در انگور بود، در ام بود، در شفتالو بود، در کباب بود، در سوپ بود، در گوشت بود، در پلو بود، در دوغ بود، در شیر بود، در شیر روغن بود. دیگر اینمی چیزای مواد خوردنی است. در آب بود، در چای بود، همه چیزا، در میوه بود، در سیب، در کینو، در مالته، در کیله، همه این چیزا بود. وقتی که تو این چیزا ذرات تو از بیرون جمع شد، آمد به نطفه بدل شد. نطفه بعد از او به خونی بسته و مزغتن پارچه گوشت، بعد او استخوان به تو داده شد، بعد استخوان به گوشت پوشانیده شد، بعد تو مخلق گشتی، بعد تو طفل گشتی، به دنیا آمدی. آیا الله تبارک و تعالی قادر به این نیست که تو را بعد از اینکه در خاک ریزه شده یک پارچه تر، یک ذره تر پیدا کنه، باز دوباره اون انسان حساب قواری بگردانه؟ بلکه الله قادر است. اینی و فی انفسکم افلا تبصرون. این چی است؟ الله رب العزت برای ما شما در قرآن بسیاری اوقات دلائل انفسی نشان میده. و فی انفسکم افلا تبصرون، سنوریهم، زود است که ما نشان میتیم بر اینها، نشان میتیم برشان آیاتنا، دلائل قدرت خود را، آیات وجود خود را، دلائل وجود خود را که ما یک هستی هستم، هستی است، دلائل قدرت خدا،
خود را، دلائل الوهیت خود را فی الآفاق در بیرون والانفس و فی انفسهم در نفسهای خود انسان ها حتی یتبین تا اینکه خوب بر اینا تتضح خوب واضح و منکشف و روشن شود که انه الحق الله تبارک و تعالی یک ذات حق است، ذات ثابت است، وجود واقعی داره، وجود حقیقی داره، به لحاظ لاحظ به اعتبار معتبر به فرض فارض موقوف نیست، ذات واجب الوجود است. اولیس الذی خلق السماوات والارض، جای دیگر می فرماید اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادرین، این دلیل چی شد؟ آفاقی شد. علا ان یخلق مثلهم، به اینکه دیگه مانند از دیگه پیدا کنه. بلا و هو الخلاق العلیم، بس الله بسیار پیدا کننده است، وجود دهنده است. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، خلاص کن موجودا فیکون موجودا، کن معدوما وقتی معدوم را بگه که موجود را بگه که معدوما فیکون معدوما، از حال از صفحه هستی حذفش میکند، دلیت خارجش میکند. این دلایل هم در قرآن میآید. این دلایل چی میگن؟ دلایل انفسی. و فی انفسکم افلا تبصرون،